بزنیم. فاینالی رسیدیم به شیکاگو. روز سختی داشتیم، شروعمون سخت بود. بهمون گفتش که ما نمیتونیم بهت بدیم. به نظر من آخرین باریه که بیام همچین شهری. فلایت ما بزنیم. خب فاینالی رسیدیم به شیکاگو. یک فلایت بسیار طولانی بود، 8 ساعت فلایت بوده دیگه، به درمون در اومد ولی رسیدیم. یه ساعت و نیمی هم علاف مثلا پاسپورت کنترل بودیم که صف طولانی و رد شیم و اینا دیگه. رفتیم سوار قطار شدیم و اومدیم این قسمتی که ماشینا رو تحویل میگیرن، اومدیم قسمت کار رنتال که ماشینی که اجاره کردیم بودیم رو تحویل بگیریم. این سری قراره که یه رود تریپ انجام بدیم. از شیکاگو شروع میشه دوباره به شیکاگو ختم میشه و قراره بریم یه سری ایالت‌های اینجوری رو بگردیم، ایالت‌هایی که میدوستن. دوباره روزمون رو با والمارت شروع کنیم. خوبی که آمریکا داره اینه که یه عالمه آپشن داری که انتخاب کنی. تعریف کنم که ما که دیشب اومدیم خیلی روز سختی داشتیم، شروعمون سخت بود واسه اینکه اول که خب پاسپورت کنترل رو رد کردیم و اینا خیلی اوکی بود. اوکی وارد شدیم، بعد رفتیم رنتال کار، سوار ترین شدیم، رفتیم قسمتی که ماشینا رو اجاره میدن، یعنی همون شرکت‌های مختلف، برندهای مختلفی که ماشین اجاره میدن یه جایی هستن دیگه بهش همون رنتال کار میگن. بعد رفتیم اونجا. ما حالا از این وبسایتی که معمولا از همون وبسایت همیشه گرفتیم ماشین کرایه کرده بودیم، مثلا از قبلش کرایه کردیم، پولش هم کامل پرداخت کردیم. اومدیم اینجا بهمون گفتش که چون تو درایوینگ لایسنس آمریکا داری ولی چیز داری، ولی از نروژ اینو اجاره کردی، واسه همین ما نمیتونیم بهت بدیم، چون از نروژ اجاره کردی یعنی اینکه اینترنشنال محسوب میشی، توریست محسوب میشی و اون ریت اجاره کردن ماشین فرق میکنه با کسایی که دامستیکن و درایوینگ لایسنس چیز دارن. در نتیجه نمیداد و ندادش آخرش. یعنی اولی که اومده میگفت زنگ میزن کاستمر سرویس شرکته رو، اونا ووچر و اونا میتونن درست کنن و ما نمیتونستیم زنگ بزنیم چون تا ساعت 6 صبح اروپا باز میشد تا ساعت 10 شب اروپا و اون موقع که ما اینجا رسیدیم ساعت مثلا 12 شب اروپا بودش. بعد گفتیم خب چیکار کنیم؟ گفت مردم که گفت هیچ کاری نمیتونم بکنم دیگه. ما اوبر گرفتیم رفتیم هتلمون. دوباره چون جت لگیم و اینا به ساعت نروژ خوابیدیم، ساعت 1 صبح آمریکا بیدار بودیم. باز دوباره اینجا کاستمر سرویس و زنگ زدیم کاستمر سرویس اروپا که باز شده بود. اونا گفت ما هیچ کاری نمیتونیم کنیم، نمیتونیم کنسل کنیم، نه هیچی. دیگه خلاص ما کلی دعوا و اینا ولی هیچ فایده‌ای نداشت، هیچ پولمون رو گفتن برنمیگردونن دیگه. ناراحت گفتیم دیگه پس ما چون واسه 2 هفته ما ماشین کرایه کرده بودیم و حدود $600 پول داده بودیم واسه این 2 هفته، کاملا پرداخت کردیم و اینا هم گفت قابلیت کنسل کردن نداره. اما گویا ما پول رو داده بودیم ماشین رو نگرفته بودیم. خیلی اعصابم خراب شد. فکر مثلا ورود میای، حالا من شب قبلش هم تا ساعت 6 صبح کار کردم، نیم ساعت خوابیدم خسته، بعد بیای مثلا 13-14 ساعت فلایت بیا اینجا، بعد این اعصاب خوردی. خلاصه دیگه هیچی دیگه. بعدم که بری هتل اینجوری. خلاصه کوچولو سعی کردیم نوبتی بخوابیم و اینا یکم فرش بشیم. گفتیم دیگه فوقش دیگه بعد پولشو میدیم دیگه. دوباره 6 صبح که دوباره اینجا باز میشه رنتال کاره، وسایلمون رو جمع کردیم و از هتل چک اوت کردیم، اومدیم دوباره رنتال کار همون جایی که شب قبلش بودیم. دیگه کلی صحبت و باز دوباره گفت نمیشه. یه نفر جدید بود، باز دوباره زنگ زدیم به اون کاستمر سرویس، اونجا گفت نمیشه و فلان اینا. همه اینا خلاصه آخرین لحظه یارو گفتیم بابا ما هم رزیدنت نروژ ولی درایوینگ لایسنس چیزو داریم. میگفت نه چون رزیدنت نروژ باید درایوینگ لایسنس نروژ رو داشته باشی. خنده‌دار بود چون ما این همه تا حالا مثلا ماشین کرایه می‌کردیم چه آمریکا چه اروپا، هیچ مشکلی نداشتیم. یعنی همیشه درایوینگ لایسنسمون آمریکا بوده، رزیدنسمون هم نروژ بوده، هیچ وقت مشکلی نداشتیم. خلاصه دیگه لحظه آخر فکر کنم دیگه یارو دیگه
تسلسل میگن ما رو مسترسل دیدش دیگه، گفتش که خب آیدی رزیدنتی نروژ رو نشون بده. نشون دادیم و گفت با مسئولیت خودم قبول میکنم از این جو چرت و پرتا. خلاصه دیگه فکر کنم دیگه دلش با حال ما سوخت و درست کرد. یعنی نمیدونم حالا احتمالاً این قابلیت چیز اول بوده و اون کسی که قبلی بوده انقدر وارد نبوده که اینو باشه. خلاصه یعنی شب ما رو شورودمون رو با خستگی کلا خراب کرد. ولی ما مثلا چک می‌کردیم قیمتا وحشتناک. یعنی مثلا ما اگه همون ماشین رو که واسه 2 هفته $500 پول داده بودیم، اگه جدا از اون پولمون پس نمیدادن، بعد می‌خواستیم یه دونه دیگه دوباره واسه همین 2 هفته بگیریم، حدود $1200 باید میدادیم. یعنی هر چقدر که من هی رفرش می‌کردم چک می‌کردم سایت‌ها رو، قیمت‌ها اصلا مینیمم $1300 بودش. یعنی یه چیز خیلی چیزی بود دیگه. خلاصه این که یعنی وقتی که این گفتش اوکی رو درست کرد، انقدر خوشحال شدم، انقدر خدا رو شکر کردم خدایا فلان. خلاصه این که این همه ما سفر کردیم، این همه بار سفر کردیم، هر بار میگیم خب این دفعه دیگه ما یاد گرفتیم که مثلا فلان مشکل برامون پیش نیاد. یه دفعه از out of nowhere یه چیزی پیش میادش که قبلش نمیدونستیم. یعنی هیچ وقت آخر عمر این لسنا تموم نمیشه، این درسایی که آدم میگیره تموم نمیشه. بعد 8 صبح اومدیم والمارت یه سری خرید کنیم، چون ما قرار نیست که تو شیکاگو ببینیم. یه سری پیش که 2 سال پیش که فکر کنم اومده بودیم ما شیکاگو رو گشته بودیم، ولی این سری قرار بود که بیایم شیکاگو، ماشینمون رو کرایه کرده بودیم، یه شب فقط بیایم اینجا بخوابیم و فردا صبحش رو بیفتیم بریم سنت لوئیس و یه سری از ایالت‌های بعد مامان اینجاست، ایالت‌های ایلینویز و تنسی و یکی دو تا ایالت اینجوری دیگر رو بده من مامان ببینیم و دوباره برگردیم به همون شیکاگو، ماشین رو همونجا تحویل بدیم، برگردیم نروژ. مسیر سنت لوئیسیم، از شیکاگو به سمت سنت لوئیس حدود 4 ساعت و نیم یا بین 4 تا 4 ساعت و نیم راهه دیگه. کلا این میدوست یا همون وسط قسمت سنترال آمریکا دیگه همش همینجوری دشت و بله. میبین با این بهش یاد بده چجوری برقصه. دست کسی نیست، بهش میگن توربین بادی، مثل پنکه است. ما این همه داریم داونتاون شهر رو میریم ولی هیچ خبری از داونتاون من نمیبینم. چجوریه؟ چجوری هست؟ اون آتیش گرفته، اون شکسته. اینا رو زنه با بهش آتیش زده بودش. اون آرکسته. چون آتیش زده بودش. خب روز دوم سفرمونه. ما شب اولو که تو شیکاگو بودیم و گفتم چه اتفاقاتی افتاد و اینا. بعد شب دوم اومدیم تو سنت لوئیس. حالا یه ساعت بیشتر خوابیدیم. یه شب قبلش 1 صبح بیدار شدیم، امشب 2 صبح بیدار شدیم و دیگه از 2 صبح بیداریم. بعد قرار شد که لباس بپوشیم. گفتیم حالا که ما که بیداریم، حالا کمی آوارد کارتون نگاه کرد و گفتیم بریم زودتر بریم بیرون بگردیم. خلاصه شانس ما گفتیم مثلا ساعت نزدیک 6 نشده، یه رو به 6 اینا از خونه زدیم بیرون. یه ذره از خونه دور نشده بودیم که واسه همین میبینین هوا تاریکه. یکم بیشتر دور نشده بودیم که یه دفعه یه چوبی یه چیزی زیر چرخ ماشین رفت و ماشین الان اومدن. چرخ ماشین خلاصه اینجا پنچر شده. بریم واسه بابا نور بندازیم. بیا ماما یکم این برتر بایسته بابا بتونه لاستیک رو عوض کنه.
خب این دیگه باید آب بعد آب بزنیم. بزنه. حالا که ماشینمون پنچر شد توفیق اجباری شد که اینجا رو در طول روز ببینیم همینجوری پیاده بریم. حالا فعلا همسرم داره سعی میکنه زنگ بزنه نمیدونم تعمیرکار یا چی که اونجا اطلاعاتش رو تو داشبورد ماشین گذاشته بودن. ما گفتیم حالا این خیابونی همین کوچه خیابون هرچی که هست که هستیم و بریم یه دوری بزنیم. آقا خانومم دامن پوشیده، خوشگل ماما، خیلی بهت میاد قشنگم. خیلی دامنه خوشگله. دامنش نشون میدی؟ خوشگل مامان. اینجا انگار که محلش یکم شسته رفته تره. مامان این ماشین هدف شده تو. آره مامان. بریم توی چیز پیاده رو که داره چیز میاد. بریم تو پیاده رو که داره اتوبوس میاد. اینجا یه کلیسا. این محله به نظر که شسته رفته تر میاد نسبت به اون محله های اولی که ورودی شهر بودش. و بالاخره شهرهای محله خوب و بد داره ولی واقعا مثلا فرست ایمپرشنی که از این شهر سنت لوئیس که در واقع شهر کپیتال ایالت میزوری گرفتم خیلی خوب نبود نسبت به شهرهای دیگه که مثلا تو آمریکا آمده بودم خیلی باهاش حال نکردم و در کلم تو اینترنت زدم. حالا قبلا که سرچ نکردم سری که تو اینترنت زدم خیلی نوشته بودش که خیلی حالا سیفتیش بالا نیستش. حالا این انگار محله خوبش اوکیه چون حالا مثلا این به نظر محله میاد ماشینه رو دوغم شدن تو محله اوکی میاد ولی خوشگلمو نگاه کنین با من داره راه میره. خوشگلمو ببینی او جونه. خب تصمیم گرفتیم اولین جایی که توی سنت لوئیس بیایم زو سنت لوئیس باشه. هیپو اینجا هم که اسبابیه. نه اینا گراز نیستن اینا کفتارن مثلا ماره. سه تا الفانته. چشاش عجیب غریب انگار چشاشو به جای بالا نصب کنم پایین نصب کردن. اینو اره ماهیه؟ چه فری تیلیه واقعا. بیا با دست هم بده بریم. چه رنگ داره تو بده دست من بگو. اون دست من بده. آها. بریم. چه باحاله. آقا پروانه داره اینجا بال میزنه. بله
آره هستم. خیلی prefer to rest هم یه دونه خرس قطبیه. چیه این؟ چشاش اینجوریه؟ این صورتش اینجوریه. زنبور نیست نه باید دوستش مثل زنبور. ماما به اونا میگن ببر. واقعا دارم برگرختن میخوره. خب دیگه اومدیم اینجا خیابون اصلی شهره که بهش میگن مارکت استریت. اون آرکی که اونجا بزرگ میبینین اون نماد شهر سنت لوئیسه. او راست میگه هواپیما. باید هواپیما سوار شیم. خب میبینم که یه شهر بازی داره. مثال شیر شاهی خوب بشی زود الهی. Take exit 40. که من آب نریزی چشم ماما. دیگه آب تموم شد نمیتونی آب بخوری. چشم ماما. دیگه آب نمیریزم. چشم. In 1,000 feet, you will arrive at your destination. یه ماما بهش میگن آرک. چیه پس؟ اینم همون آرکی که نماد شهر سنت لوئیس. وای چقدر بلنده واقعا. اینم از این نماد شهر سنت لوئیس و فکر میکنم آخرین جاییه که میایم توی این شهر دیگه. رفتیم زو، اومدیم یه با ماشین توی داونتاونش چرخ زدیم و اومدیم این نماده رو دیدیم. حالا این نماده نیست که از شب قشنگه، به خصوص از نمای اون ورش که انگار اون ورشه پارکی چیزیه که حالا مثلا چراغ‌ها روشن میشن روش و اینا. ولی همینم قشنگ بود دیگه. به نظر من آخرین باریه که بیام همچین شهری. ولی خب کلا هر جایی رو آدم واسه این که یه بار تجربه کنه بد نیست. خوشگل ماما. دانشگاه سنت لوئیس یونیورسیتی. جان مادر